اگه شما از اون دسته افرادی هستید که از تماس‌های ناشناس یا میشه گفت مزاحم واتساپ خسته و کلافه شدید و دوست دارید که جلوی این کار رو بگیرید و دیگه کسی نتونه با شما تماس بگیره، یه جوری که شما اصلا متوجه اون تماس نشید، این ویدیو برای شماست. من بهتون آموزش میدم که چجور میتونید این ترفند رو توی واتساپ پیاده کنید و از شر تماس‌های اضافی و مزاحم راحت بشید. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. قبل از هر چیزی بهتون بگم که اگر احیانا قصد داشتید که فالوور یا لایک یا کامنت و هر نوع خدمات دیگه برای پیج اینستاگرام کاریتون یا پیج شخصیتون خریداری و تهیه بکنید، من فروشگاه تک تک رو بهتون معرفی میکنم که لینک تلگرام و همچنین لینک اینستاگرام هر دو آیدی رو اینجا براتون میذارم. میتونید بهشون پیغام بدید و با کمترین هزینه ممکن و در سریعترین زمان ممکن از خدماتشون بهره مند بشید. نه تنها اینستاگرام بلکه تمام شبکه‌های اجتماعی رو ساپورت میکنه. خب وارد واتساپ میشیم. همونجوری که میبینید این منوی اصلی واتساپ، یک سه نقطه بالا سمت راست هست، اون رو بزنید. گزینه آخر بخش ستینگز یا همون تنظیمات، واردش بشید و حالا که وارد بخش تنظیمات شدید کافیه وارد قسمت پرایویسی بشید. گزینه دوم یا حریم خصوصی. توی بخش حریم خصوصی یا همون پرایویسی یه سری تنظیمات زیادی هست. به آخر لیست برسید و به چیزی برمیخورید به اسم کالز یا تماس ها. این رو واردش بشید. بعد از این اینجا گزینه‌ای هست که به شما میگه تماس ها از شماره های ناشناس سایلنس یا همون به قول خودمون سایلنت میشه. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه متوجه این تماس ها نمیشید. توی بخش تماس ها بهتون گفته که نشونش میده، ولی دیگه شما اصلا متوجه نمیشید که اون افراد به شما زنگ زدن و خب دیگه از شرش خلاص میشید. کافیه این رو روشن بکنید و این قابلیت برای شما فعال میشه و دیگه خبری از تماس‌های مزاحم و ناشناس نخواهد بود. اگه این ویدیو به درتون خورد یادتون نره که کانال رو دنبال بکنید. آموزش‌های زیادی در رابطه با شبکه‌های مجازی توی کانال قرار میگیره روزانه. یک ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.